چقدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کن، پناه بازوان تو مرا امید و دلگرمی. پردیف سبحان سال تولدش 10 مارس سال 1933 در دامنکوهای دهه آهلیکی شهر سمرقند به دنیا آمده است. آن مکتب میانه رقم 18 را تحصیل کرده. بعد از ختم مکتب در دانشگاه دولتی در فاکولته فیزیک تحصیل گرفته، باز در دهه خود همچون استاد آموزگار کار و فعالیت خود را دوام داده است. این شخصیت بابای ما داملا پردیف می باشد و البته از کهنسالان، از کلانسالان برای ما بسیار همچون افسانه معلوم است که دوره های طلبگی، دوره های دانشجویی، بسیار دوره های وزبینی زندگی بود که از کوه و بیابان ها هزوم ها را سری کتف کرده می رفتند و در بازار سیاب، در آنجا که در آن وقت و زمان هزوم فروشی بود و کارهای دستی هنرمندی زیاد بود، در آنجا مزد مهنت روزانه خود را می گرفتند و بعد از فروختن آن یا این چیزی خود آمده در دانشگاه ها تحصیل گرفته، باز برای فراوان و آباد کردن دهه خود خدمت می کردند. یکی از آن شخصیت های بزرگی دهه آهلیکی ما داملا پردیف سبحان می باشند. امروز در بابت این بابای ما کم معلومات می رسانیم که امروز جشن زادروز دارند. طول چندین سالها پردیف سبحان در دهه مکتب میانه رقم 18 آهلیک همچون استاد، همچون آموزگاری فن فیزیک نامشان را به تاریخ مهر ساختند و تا حال ما گوییم که نبیره پردیف هستیم، میگویند معلم ما بودند، معلم حلیم، معلم مهربان بودند و نامشان را همچون استاد و زرورقان تاریخ مهر ساختند. برای چندین شاگردان از فن فیزیک تعلیم دادند، از حیات و فعالیت انسان، از طرز زندگی کردن در زندگی راهی راست را آموزاندند. این مردی بزرگ بابای ما می باشند. خداوند کریم روح و ارواحشان را شاد کند، آخرتشان را آباد کند. این بودن یک یادآوری بهر نیاگان خود، بهر اولاد خود برای تاریخ مهر کردن خواستیم پیشکش شمایان کنیم.